درسته. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری دو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم، بچه جانم. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها. امروز ما در طرفخانه آچیل بابا در جشن یک سالگی رحمت الله و لطافت های حاضر هستیم. امروز تبریکات از نام مختار بابا ملاحتانه تمام صاحب جشن ها را، البته لطفالله بابا علیمانه را، روزیبای بابا قربانای آنه را، سعدالله سرویناز، نصرت الله ماهینور را با امروز روز خورسندی فرزندان بیره ها تبریک میگوییم. این لحظه های بهترین را همراهی شمایان با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز کردیم. رفتیم. بچه جان، پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من دانایی خوشترم. بقای عمر انسان است فرزند، و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات یزدان است فرزند. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر مادران نزدیکان و البته صاحب جشن‌های امروزه، همه شمایان را به این طرفخانه زیبای آچیل بابا و امروزه روز خورسندی جشن زادروز رحمت الله و لطافت‌های خیر مقدم می‌گوییم. برای ما صاحب جشن‌ها همراهی فرزندان امروزه رحمت الله و لطافت‌های و سنه تکلیف می‌کنیم. نصرت الله ماهینور بانو را، البته سعدالله سرویناز بانو را، لطفالله بابا علیمانه، مختار بابا ملاحتانه، روزیبای بابا قربانای آنه را و البته زرنگار عمه نازنینشان همراهی فرزندی عزیزشان به صحنه تکلیف میکنیم. امروز روزی خورسندی است. مرحبا میخواستیم صاحب جشن‌ها را به صحنه دعوت کنیم. مرحبا. باباها مرحبا. لطفالله بابا، مختار بابا، روزیبای بابا مرحبا. همه شما را تکلیف میکنیم. امروز روزی خورسندی است در این خاندان پروفایز. با سال گذشته روزیبای بابا مرحبا. خیلی مبارک باشید. امروز در خاندانتان که همه مهمانان برای تبریک کردن نبیره ها آمدند. این دسترخوان مراد را با افتخار همین فرزندان عزیز دوامچی سلاله شما کشاده کردید. مبارک باشد. اولا برای شما، برای علیمانه، برای مختار بابا، برای ملاحتانه، برای روزیبای بابا، برای قربانایانه امروز زادروزی نبیره را مبارکباد میگوییم. و البته میخواستیم سر اول از نام مختار بابا و ملاحتانه هر دو نبیره های شیرین را رحمت الله و لطافت های بانو را در این روز خورسندی در جشن زادروزشان تبریک گوییم. بگذار خدا کند که توی کلانشان به نصیب کند سالهای آینده و در خدمت‌های باز در سالهای کلانشان و خدا کند که مکتب‌های عالی را خوانند و صاحب کسب و هنر شوند. علیمانه نیت میکنیم که امروز رحمت الله یکی از صاحب کارخانه‌های با نفوذ شود، دیرکتور شود، برند شود و البته برای امروز لطافت‌های نیت میکنیم معلمه شوند، دیرکتوری مکتب شوند، سردختر و برند شوند و نامبردار شمایان شوند. بگذار در خاندانتان فقط روزهای بهترین زندگی باشد. در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره، در باغی سخن بلبل گویاست نبیره. امروز وزن بالای بزم است در خاندانتان. خواهر عزیز، جشن زادروزی سعدالله امنی شده ایستاده است.
همه مهمانان برای تبریک کردن امروزه صاحب جشن ها آمدند. همه را با امروزه روز خورسندی تبریک میگوییم. البته عالمانه و لحظانه قربانایانه امروزه روز خورسندی نبیره ها مبارک باشد. از پشت نبیره ها فقط حضور و حلاوت ها دیده گردید. هر باره که حضور مهمانان که صحبت کردیم میگویند ما همراهی خواهران در مسافرت هستیم. همه تلفن کنیم اگر شیرین رویک ها را بینیم از دل ما بودگی حلاکی ها آن وطن یاد کردگی ما همش برآمده می رود. خدا کند که کلام شود. ما برای همین ها کار کرده ایستاده‌ایم. فقط میخواهیم به درد و به غم پشت بابای رسند و از پشتشان فقط روزهای بهترین زندگی را بینیم. امروز برای رحمت الله برای لطافت های بانو میگوییم وجودت شادمانی داد ما را، خوشی زندگانی داد ما را. تو را ما سالها طلبیده بودیم، خدا از مهربانی داد ما را. دلی پاکت داغ نبیند، به چشمانت صفای آسمان ها. ز لبخندت شکوفان بوستان ها. خوشا ابریشمی دستان نرمت که شادی میدهند به روح و جان ها. بگذار این فرزندان عزیز به درد و غم شده کلام شود. مکتب ها را با بهای اعلا ختم کند. صاحب دانشکده های دولتی شوند و از پشتشان فخر کنیم. و این همین سال عروس نازنین شما البته ماهی نوربانو دانشگاه دولتی را ختم کردند. خدا کند که یک کادری با نفوذ شوند و یک معلمه بهترینی همین آهلی که ما شوند. چندین شاگردان را با وای رسانند و از پشتشان شما فقط فخر کرده گردید. عالمانه البته لطفالله بابا خاندانتان پر از نبیره شود. عالمانه از مسافرت آمدگیشان به نام این چی بود گفته نامهایشان از خاطرتان برآید. بگذار خاندانی نصرت الله، خاندانی سعدالله باغچه‌ای بچگانه شود و خواهرک و دادرکان امروزه شیرین رویک ها زیاد شود. امروز روزی خورسندی است. برای همه آنجان و بابا جان ها امروز جشن زادروزی نبیره را مبارکباد میگوییم. مبارک باشد. و میخواستیم در این لحظه ها برای آنجان ها، برای مادران در اینجا گلدسته های زیباست از همه خانواده ملاحظانه، برای عالمانه، برای ماهی نوربانو، برای سروی نازبانو و برای امجان عزیزشان زرنگار امه در اینجا گلدسته های زیبا داریم. یک تا تقدیم میکنیم. برای عالمانه و قرصک ها تقدیم میکنیم. مرحبا. برای زرنگار بانو مرحبا. برای ماهی نوربانو مرحبا. و البته برای سروی نازبانو مرحمت مبارک باشد. امر کنید زادروزی فرزند مبارک باشد. خیلی خواسته ها این از آن دلالت می‌دهد که رمزی تشکر است از نام همین آنجان ها. البته ماهی نوربانو، سروی نازبانو از نام عالمانه، از نام ملاحظانه، از نام قربانایانه رحمت دوامچین سلاله ها را از دانکش هم منزل شیرین نبیره ها را به دنیا آوردگیتان به هزار رحمت. و خاندان عالمانه شما که رمزی تشکر است. بگذار همین رشته مهر و محبت شمایان هیچ وقت کنده نکنند و همین اتومبیل کلانترین برای امروزه رحمت الله است. برایش تقدیم میکنیم. زادروزش روزی بای بابا برای لطافت های بانو گوشوارهای طلا است. برایشان تقدیم میکنیم. مرحمت. قربانیانه خودتان گذرانید برای نبیره. مبارک باشد. امروز لحظه های خورسندی را مبارکباد میگوییم. لطفاً مبارک باشد. خاندانتان پر از نبیره باشد. یک تا تبریک میکنیم مکن. مرحمت. مادران می خب عالمان آنها مرحمت. اولا السلام علیکم. خوش آمده همه. روزی خورسندی نبرکوی من با هم یک باشون لویم سر بدرویا ساق سلامت کلام شوم.
های غریبت روی یاردمچی دادهی آنهایی با فچانو شوند همه عدد رو بادمی لب باید آنجا افته دقیده بیاد شما ده هم یک بادم رحمتی کرون رحمت اشکی شادی نبیره از همه شیرین است از فرزندم نبیره شیرین است مرحمت بالا خودانه السلام علیکم پدران مادران خواهران و دادران من از این شب نشینی استفاده برده لطافت‌های و رحمت الله را با روز زادروزشان تبریک و مبارکباد می نمایم و اینها عمری دراز رزق فراز الهی فرزندکای قابل شده رحمت الله حافظ قرآن شود لطافت‌های حافظ قرآن خانم ها شوند بیبی خانم ها شوند از این فرصت من همه‌تون را به این درگاه خوش آمده نوری دیده تاج سر میگویم و همه‌تون تشکر رحمت قربانایانه مرحمت سلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده اماتون اما جان یکا یگانه رحمت الله و لطافت های مرحمت زرنگار بانو مرحمت درود بر شما مهمانان عالی همت رنج و گنج قدمتان پر همت شماید نشانه وحدتی ما شماید رخشنده ملتی ما بنابراین بر شمایان مایان میگوییم عزیزان خوش آمدید نوری دیده و تاجی سر آمده السلام علیکم مهمانان گرامی لطف فرمایید از این فرصتی پرقیمت استفاده برده اولا بار دادرکی مهربانم سعدالله را با این جشن زادروزش تبریک و تهنیت ها گفته و دادرکم عمری دراز رزق و فراز و کارهای حاضره و آیندهش موفقیت های نو به نو می طلبم لطافت های رحمت الله جشن یک سالگی مبارک هزار رحمت تشکر میگوییم دسته های خورسندی مبارک باشد کلیم تاشو ها مرحمت مادران را تشکر گوید رحمت گوید که چنین مادر دارید شمایان هر دویتان البته ماهینار سرویناز مرحمت السلام علیکم مهمانان گرامی اولا بار خوش آمدتان همه یکتان میخواهم من و اولا بار به پدر و مادرم و ملامکم و بیاملا تشکر خود را اظهار کنم اگر همینا نموشدن مونا نموشده صاحب کسب صاحب دیپلم ابشته هم نوشته آرزوهایی که پدر و مادرم نرسیدن ما رسیده پیشتمان به همون وقت همینا هستن تشکر زیاد میخواهم خب رحمت تشکر میگویم و البته عالمانه نبیره را گرفته و نزد ما بیایید و دست سعدالله و نصرت الله فرزندها را گذارید باباها در اینجا مراسمی کاکلویران را میکنند این از آن دلالت میدهد سمرقند ما چنین تاریخ کهن و دور و دراز دارد یک تاریخی هست که از ازل مراسم کاکلگیران در وزن همون مویهای کودکان باید خیر و احسان دهند امروز باشد خیر و احسان امروز صاحب جشنها روی میز روی دسترخوان ماست و درگاه خداوند کریم قبول باشد مرحمت فرزندان را و پدرهایشان تقدیم کنید و باشد یاری می‌دهیم مرحمت روزبای بابا شما آغاز کنید مبارک باشد لطافت‌های زادروز مبارک پیغمبر به امتم بچه جان پسر باشی یا دختر
تو هستی جانی پدر بحری من تو قانو پر بچه جان نوری تو چشمانی من هستی زادروز مبارک منی ای جهانی من مرحمت مختار بابا هستی تو دوامی من شامی خواهی کلام شوی عالمی زمان شوی امیر بابا مرحمت امیر بابا مرحمت افتخاری من شوی نامبرداری من شوی نمرواری من شوی بچه جانم منی این جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی تمام مرحمت وقتی بر دوامی من بچه جانم نورالله دور نرفته ایسته نورالله جانم بچه جانم همینجا میسته با یک نبیره هست در اینجا آشیل بابا مرحمت آشیل بابا مرحمت بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم آشیل بابا مبارک باشد بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من سوزانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من سوزانم مبارک باشد محمود بابا حاجی بابا مرحمت دوی نویره را نزدیک بیارید هر دویشان را حاجی بابا نیت کرده کاکلشان را قیچی میکنند مبارک باشد پیر آخری کی ما میوهی محبتم مرحمت پیغمبر به امتم بچه جانم سر باشی یا دختر تو هستی جانی مبارک پدر باشد میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم سر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بحری من تو بانتم بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم عالمانه بلاغردانه و سنت تکلیف میکنیم تا رقص گیریم لحظه های تاریخی و مهر میکنیم ما باشد نوبت را برقص میدهیم در اینجا عثمان ویدیو در خدمت هستند سرودهای رقصی میشود و شمایان را به تاریخ مهر میسازیم یک عائله کلان شده کلین پاشاها مرحمت همه نزدیکتر نصرت الله سعدالله مرحمت همراهی فرزندان و نزد پدران نزدیکتر میستیم و سرودهای شوخ رقصی میشود مهمانان عزیز همه شمایان را به رقص دعوت میکنیم امروز لحظه های خرسندی مبارک باشد مرحمت
China.